اگر ایران به دست دشمنان نیست، اگر بیگانه بر ما حکمران نیست، چرا باید زبان ما بمیرد، زبان تازیان رونق بگیرد؟ چرا مردان دانا و خردمند به تازی حرفشان را می نویسند؟ چرا حرکت که شعری می سراید در آن بیگانگان را می ستاید؟ ابوالقاسم زبانت را نگه دار، کند کار تو را این حرف هازار. مسلمان هستی و اهل نمازی، پتی میگویی از اسلام و تازی؟ نمیدانی که اصلا حرف من چیست، نمیفهمی که معنای وطن چیست. وطن تنها همین آب و زمین نیست، وطن خواهی فقط ایمان دین نیست. وطن وقتی به خود معنا بگیرد که در آن ملتی معوا بگیرد. وطن جسم است و ملت نصف جان است، وطن زنده به تاریخ و زبان است. اگر روزی زبان گردد فراموش، بمیرد جسم جان گردد فراموش. فقط تاریخ ما از یاد مردم فرو ریزد همه بنیاد مردم. بله، اما چه باید کرد اکنون؟ تو میدانی دوای درد اکنون؟ برادر جان، دوای درد اینجاست، دوای درد در تاریخ پیداست. تو میترسی که ایرانی نماند اگر تاریخ ایران را نداند؟ بله، ایران ما پاینده گردد اگر تاریخ از نو زنده گردد.